یکی از خانه هایی که هنگام مشق‌های وسیع میقیاس نظامی در شهر توس از تیر دیدوی زره‌پوش‌ها آسیب دید. خوشبختانه در خانه کسی زخمی و یا کشتن نشد. دخترچه‌ام اینو مکتب تا 20 بودم که سرشیدگیش زنم تقویم کردم هم خانه اونو خانه نون چیکردم برای تندو. در اول صدمه دیگر گوشه های خانه را مشاهده نکردند، اما بعد از رفتن ماموران میلیسا دیدند که چند جای دیگر هم آسیب دیده است. بعد بچه ما مکتب آمد بول بمب اومد، بعد گفته نه چه خونه بینیم، خونه گفت خونه دیدیم که پتولوش گفت دیوش گفت بعد اوجه نه روز کده بدیم. تیرهای دیدو از اینجا از رزمایشگاه حرب میدان به خانه محیدین قربانوف در دهه اتفاق برخورد. در اینجا روز 11 نوامبر سال 2017 مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی ادامه داشت. نیروهای تاجیکستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان شیوه‌های مبارزه با تروریستان را تمرین می‌کردند. بعد از تقریباً 3 ماه حادثه، دادستان ولایت ختلان روز 23 ینور در یک نشست خبری در شهر قرغان تپه گفت تحقیق خاتمه یافت، اما کسی به جوابگری کشیده نشد. این حادثه جای داشت در ناحیه شهر توس. برای یگان علامت‌های جنایت موجود نیست. همه 5 شماره رو بیان بوده. ضرری که به دستان شده است پرداخت کرده شده است. اون خیلی شکایت، اون خیلی دعوا، اون خیلی عریضه وابسته به این مسئله شده. دادستان ولایت ختلان نگفت که به صاحبان خانه‌های آسیب دیده چقدر جبران پرداخت کردند، ولی او افزود در سال 2017 صدها پرونده جنایی برای تقسیم غیرقانونی زمین در ولایت باز نمودند و آن هم تقسیم زمین برای خانه سازی.